سلام بچه ها، چطورین؟ بچه ها، من یه چند هفته‌ای بودش که اصلا از خود یوتیوب برای شماها، یعنی توی پیجم کلا ویدیو نمیذاشتم و این یکم ناراحت کننده بود برای فالوور قدیمی. حالا بعضی دوست داشتن، بعضی میگفتن کیفیت تیک تاک خیلی خوبه، امکانات که تیک تاک داره مثل فیلتر آهنگای ترند و ریمیکسی که مثلا حالا داره توی یوتیوب خیلی کم پیدا میشه. یعنی واقعا همینه بچه ها، بعضی واقعا همین راست میگن، بعضی هم حالا یوتیوب نظرشونه. و بچه ها، من داشتم میگفتم توی پیج تیک تاک هم فعالیت داشتم، اصلا وقت نمیکردم که بخوام یه ایمیل درست بزنم برای پیجم. یه چیز خیلی چرتی بود، حالا یادم نمیاد بچه. اصلا وقت نمیکردم ایمیل بزنم چون اسم خودم باید دیگه روی ایمیل بیاد و پیجم دیگه پرید دیگه. حالا یه چند روز ویدیو نذاشتم تا